تازه این قسمت اول برنامه اجازه بدین قبل از اینکه یه آهنگ خیلی قشنگ رو از دوست عزیزم شادمهر علیقلی براتون بخونم. این انرژی شما قبض میکروفونمون هم اندازه نبود و الا تا تشویر هم برفتیم برمیگشت. عزیزان جان، داشتم تو راه میمونم با خودم فکر میکردم از کودکی برای ما سوال بود و معلم های ما به ما میگفتن به موضوع انشاء علم بهتر است یا ثروت. علم بهتر است یا ثروت؟ قربونتون برم که اصلا علم رو فراموش کردیم. پس چرا تو انشاءات رو مینوشتیم؟ این نمره حد بگیریم نه؟ کی از پول بدش میاد؟ یکی میگفت اگرچه میگم که پول خوشبختی نمیاره، اما من مطمئنم بی پولی حتما بدبختی میاره. دانش آموز توسط معلم صدا زده شد سر کلاس. معلم ازش پرسید موضوع انشاءات رو نوشتی با این عنوان که علم بهتر است یا ثروت؟ دانش آموز در حالی که رنگش پریده بود و میلرزید دستشو آبان بالا آورده و اجازه آمد ننوشتم. معلم با خطکش برای تنبیهش ضرباتی به کف دست دانش آموز داد و بعد اون واداد کرد انتهای کلاس روی یک پا دستهاش بالا بگیره و بایسته. وقتی حواسش از اون پرت شد دانش آموز دستاشو پایین آورد و در حالی که دستهای ورم کرده و قرمز خودش رو که می‌سود از ضربات خطکش به هم می‌مالید و اشک از گوشه چشماش جاری شده بود. زیر لب زمزمه می‌کرد که آقای معلم معلومه که ثروت بهتره که اگر پول می‌داشتم یه دفتر می‌خریدم و انشاء رو می‌نوشتم. تا حدی که حتی مدل ریش‌ها و موهاش شبیه داریوش کنه، اون وقت خیابون بهش میگن چقدر شبیه شهرام شب‌پری شد. خب انرژی هنوز هست؟ شگفتی من از این که چرا از موسیقی اشباع نمیشید؟ محسن نگان چی برای شما کم گذاشت؟ منو وادار نکنید که بخوام یک حس رقابت داشته باشم با خواننده ها. آخه نمیدونید شما ها، من نمیدونم کدوماتون وضع مالیتون چجوری، اما آپارتمان نشینی برای ما شده دردسر. تو همون داشتم واسه خودم میخوندم. آخه آقایون فکر میکنن همون که میرن خیلی صداشون خوب میشه، میزنه زیر آواز یا خانمش هم خوش شده زهر ما نمیتونه تو همون کنه، فکر میکنه تو همون صداش میگه چه قشنگ میشه. مشغول بودم واسه خودم میخوندم که دیدم مادرم درد زد در همون. گفت پسرم دختر همسایه بالایی اومده میگه که ما از آهنگای داریوش خوشمون نمیاد، یگانه به اون برنامه. چیکار میخواستم بگم آخه دلشو بشکنم، آخه دل شکستن تو هنر نمیباشه. تا توانی دلی به دست آورد. دیدی که محسن یگانه گفت سکوت قلب تو من نمیشکنم. بشکنه من نمیشکنم. یه برمین بالا به متبرد نگذره. محسن چه اصراری به شکستن دارد؟ اما دل موجود عجیبیه، شکستش هم کار میکنه. در دنیایی که ما زندگی میکنیم هر چیزی که میشکنه از قیمت میفته الا دل که وقتی میشکنه تازه قیمتی میشه. یه جا من میخوندم نوشته بود تأثیر جمله
این مکان مجهز به دوربین مداربسته است به مراتب بیشتر از جمله اینی که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن، چه کار باید بکنیم؟ اما میبینیم باز هم خدا ما رو دوست داره. خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که سکوت مرگ می‌دزدد نگاهت را، انقدر ترس تمام وجود به فرا گرفته، جرأت نمی‌کنی به اطراف نگاه کنی در دل تاریکی صحرا. زمانی که سکوت مرگ می‌دزدد نگاهت را، کسی آرام میگوید که من هستم ای تنها، و دل آرام میگیرد. علا به ذکر الله تطمئن. برای خدا که دوستمون داری دست بشه.